بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله درس های فیزیولوژی امروز درسی داریم درباره رینال بلد فلو گلومولار فیلتریشن این دیر کنترل. چی رقم خون به کدنی یا به گرده ها میرسه و چی رقم اونجا فیلتریشن میکنه و چی رقم کنترل میشه یا اه، چی رقم کنترل رینال بلد فلو و گلومولار فیلتریشن میشن. اول از شروع از اینترودکشن یا معرفی میکنیم. بلد ویزل یا رگهای خونی که به کدنی بلد سپلای میکنه یا به گرده ها بلد سپلای میکنن بسیار سپیشالایز هستن، بس از خاطر فنکشن یا وظیفه نفران، با خاطر که می خون هستن که گرده سرش زنده هستن. می خون هستن که به گرده میرن و نفران یا یونت فنکشن آف کدنی که هستن به او وظیفه اجرا میشن. کل چیزا یک گرده سر می خون استاد هستن و میرگ های گرده که هستن و یا بلد سپلای گرده که بسیار سپیشالایز و خاص هستن. وقتی که خون به گرده میرسه اونجا تصفیه میشه، شروع یورین فارمیشن یا ساختن یورین که اصلا یا جور شدن یورین از همینجا شروع میشن و در یک انسان ادلت یا کلان معمولا هر دو گرده ایشان که هستن در یک دقیقه 13 میلی خون بدن که هستن به هر دو گرده در یک دقیقه میرسن و تقریبا 26% کاردیک آوتپوت میشن. یعنی در یک دقیقه هر دو گرده 13 میل خون جریان پیدا میکنه بعد دو گرده یک انسان کامل و کاهل. حالی من امی بلد ویزل میخوانیم که بلد ویزل یا رینال بلد ویزل کدام کدام رگ ها هستند که اه، خون به گرده میرسانند. اولی که هستن و رینال آرتری هستن. رینال آرتری که هستن مستقیما از ابدومینال ایروتا سرمنشه میگیره و به گرده از هلیسشان داخل میشه. وقتی که رینال آرتری به گرده داخل شدن ایره باز به تقسیم میشه به سگمنت آرتری که به هر سگمنت یا به هر بخش یک جدا جدا آرتری میرن. سگمنت اصلا باز در بین گرده باز میشه به نام انترلیوبول آرتری. یعنی اول که بود رینال آرتری بود باز تقسیم شد به سگمنتال آرتری باز به انترلیوبولار آرتری. انترلیوبولار آرتری که هستن به میدولری و پیرامید چی میشه اونجا میرسه. انترلیوبولاری آرتری که به میدولری و پیرامید رسیدن باز در بیس پیرامید چی میشه پرالل یا موازی به بیس پیرامید به نام اکوریت آرتری تبدیل میشن، یعنی اکوریت آرتری را میسازن. در سلاید بعدی که هستن اکوریت آرتری که هستن باز به کدام آرتری تبدیل میشن به انترلیوبولار آرتری. اکوریت آرتری که هستن به انترلیوبولار آرتری که تقسیم شد انترلیوبولار آرتری به رینال کارتکس میرسه. وقتی که به رینال کارتکس رسیدن و اونجا پرپندیکولر یعنی به زاویه قائمه یا قائما به اکوریت آرتری چی میشن به انترلیوبولار آرتری تقسیم میشن. انترلیوبولار آرتری تقسیم میشن و انترلیوبولار آرتری که هستن باز با بسیار زیاد یا با نیومرس آرتریول تقسیم میشن یا دیواید میشن. وقتی که آرتریول افرین آرتریول به این معنی هستن که از یک طرف که خون جریان دارن از این طرف به بومن کپسول رسیدن. در بومن کپسول باز چی میشه یک کف جور میکنه، یک بال و یک جال جور میشه از این آرتریولز. از این آرتریولز در بومن کپسول یک تف جور میشه. از تف که هستن در بومن کپسول باز به 4 یا 5 لارج کپیلری آرتری تقسیم میشن. متفی از جال که هستن از 4 یا 5 لارج کپیلریز جور شده. او را باز پس از یک بومن کپسول که خارج میشه به نام افرن آرتریول چی نامیده میشه. در نیکست سلاید در سلاید بعدی که هستن آلمین گلومولار کپیلریز. همونجا که گلومولار کپیلریز در بومن کپسول تقسیم جور شد او کپیلریز که هست از 4 تا 5 به عدد 4 تا 5 می باشه. یعنی ایش لار کپیلریز که هستن باز به سمال گلومولار کپیلریز
دیواید میشه که بازو باز یک لوپ جور میکنه. لوپ چی را میگه؟ یک نل و یک چیز میباشه که از اون خون اگر جریان میکنه، از اون یک چیزایی که ضرورتی وجود نباشه چی میشه؟ جذب میشه. از چیزایی که ضرورتی وجود نباشه از او چی میشه؟ اخراج میشه. یعنی ابزورپشن و سیکریشن دمی لوپ ها صورت میگیره. در کپیلر لوپ که هستن یک یونایت یا یک متحد میشن و به نام افرین آرتریول از این بومنز کپسول که پس خارج میشه به نام افرین آرتریول نامیده میشه و این بومن کپسول لیو میکنه، یعنی دیگه از اینجا میره به نام افرین آرتریول خارج میشه. افرین آرتریول که هستن این سکندری کپیلر نتورک است که به نام پریتیبولر کپیلریز یاد میشه. یعنی افرین آرتریول همچنان نامیده میشه به نام پریتیبولر کپیلریز. و این پریتیبولر کپیلریز که سراوندی یا دور و دور tubular portion of the nephron می باشد. این چی؟ پریتیبولر کپیلریز. و رینال سرکولیشن که هستن یک پورتل سیستم جور میشه. پورتل سیستم به این معنی که یک نتورک می باشه، از یک طرف رگ ها میآید در بومن کپسول، از دیگه طرف میبره. یعنی از یک طرف خون میاره اینجا که تصفیه میشه، پس خون تصفیه شده از بومز کپسول چی میشه؟ خارج میشه. این در پرنس آف تو سایت می باشه، یعنی تو تو سیت هستن، دو سیت هستن. این کپیلریز که به نام گلومولر کپیلریز و پیریتیبولریز کپیلری یاد میشه. گلومولر کپیلریز همون کپیلریز میگه که از یک طرف خون میاره. امید که برینال آرتری بود، اکوره انترلیوبولر آرتری بود، سگمنتال آرتری، آخر با گلومولر کپیلریز شد که در بومنز کپسول هستن. این به نام گلومولر کپیلریز یاد میشه. و پس که می گلومولر کپیلریز که اینجا خون تصفیه شد، تصفیه شد و خون تصفیه را پس به سیستم میبره، این به نام پیری تیبولر کپیلریز یاد میشه. خدا کنه که تا اینجا فهمیده باشین. All men سرمی پریتیبولر کپیلریز و ویزا رکتا. پریتیبولر کپیلریز که هستن این در کجا بودن؟ گفته بودن که سراوندینگ د tubular portion of the nephron یا cortical nephron می باشه. In the tubular portion of the juxtamedullary nephron is supplied by some specialized capillaries called visa recta. visa recta چی را میگه؟ امی بخش tubular portion of the nephron که هستن که به او خونه میاره که به جکسا میدولر نفرون هستن که در میدولای کدنی می باشد، اونجا که کدام نفرون هستن بروی که خون میبرن او بسیار سپیشالایز می باشد، او را به نام ویزا رکت یاد میشه. و این کپیلریز که هستن ستریک هستن بلد ویزل به نام ویزا رکت یاد میشه. ویزا رکت به این معنی هستن که بسیار ستریت هستن، یعنی مستقیم هستن. این بلد ویزل و یا کپیلریز. ویزاریکتا که هستن مستقیما دایرکتلی از کجا سرمنشه میگیره؟ از افرین آرتریول. از افرین آرتریول مستقیم یک رگ ها به نام ویزاریکتا میاره و با جکسا میدولر نفرون که هستن او را سپلای میکنه و امرا او parallel to the renal tubule into the medulla and second toward the cortex. امرای جکسا میدولر نفرون میآید مستقیما امرای رینال تیبیول و به میدولا و toward the cortex و cortex سپلای میکنه. این هم بود یک مو چی رقم میاین کجا میاین و کجا را سپلای میکنه. رینال کارتکس و رینال میدولا را سپلای میکنه. امرای جکس مدولری نفرون یک جای میاین. ای بود درباره ویزا رکتا. حالا میم سر سلاید بعدی که دو با خاطر وین سیستم هستن، یعنی وین سیستم پسنی وین سیستم یک خو آرتریال سیستم هستن، یک وین سیستم هستن. وین سیستم رینال چطور هستن؟ پریتیبولر کپیلری که تا ریکتا می باشه درین اینتو د وینس سیستم، باز د وینس سیستم چی میشه؟ درین میشه. وینس سیستم start with peritubular venules continue with interlobular artery. چی رقم که ما و شما رینال آرتری خواندیم که رینال آرتری بود، سگمنتال آرتری بود، انترلوبولار آرتری بود، انترلوبار آرتری بود. امیر پس از او طرف سرچپایش وینس سیستم هستن. وینس سیستم چی رقم پریتیبولر وین هستن، باز انتر لوبیال وین میشه، باز اکوریت وین میشه، به انتر لوبار وین میشه، سگمنتال وین و فاینالی رینال وین جور میشه. یعنی از این طرف از رینال آرتری بود، پس از سرچپه که از رینال آرتری میایی مثلا اکوریت آرتری بود، انتر لوبار آرتری بود، سگمنتال وین هستن، فاینالی رینال وین جور میشه. و رینال وین که میکنه در کجا میشه؟ در انفیرر وینا کیوا، یعنی خون که از رینال آرتری میره
به کدنی، از کدنی باز از طریق وین سیستم میآید به انفیریر وینا کیوا از طریق از کدام رگ؟ رینال وین. رینال وین خون پس به انفیریر وینا کیوا میآید، از انفیریر وینا کیوا باز به قلب خون میآید. ای در وین سیستم کدنی بودن. حالا این که رینال بلد فلو که هستن چی رقم میجرمنت میشه، چی رقم اندازه گیری میکنیم ما و شما که رینال بلد فلو ای گرده کامل هستن یا صحیح هستن یا کمی ضعیف هستن. رقم رینال بلد فلو میجرمنت میکنیم. یک ماده از کلیرنسش میشه، یعنی پاکاری میشه. اگر پارا اماین هپریک اسید در نورمال لیول هستن به این معنی هستن که رینال بلد فلو نورمال هستن، و اگر پارا اماین هپریک اسید خراب هستن یا کم هستن به این معنی که پارا اماین هپریک اسید کم هستن، رینال بلد فلو هم یه هم بود میجرمنت رین میاییم. در این سلاید برای ما و شما چی میشه که نشان میده که از ابدومینال اوتا رینال آرتری شروع میشه، باز با سگمنتال آرتری، با انترلیوبولار آرتری، اکوریت آرتری، انترلیوبولار آرتری، افرین گلومولار کپیلاریز، افرین آرتری. باز اینجا باز ویزارکتا ان پریتیبولار کپیلاریز میشه. پس از این باز وین سیستم شروع میشه که به نام پریتیبولار وینولاس، انترلیوبولار وینولاس، اکوریت وینس، انترلوبال وینس، سگمنتال وین، رینال وین و انفیریر وینا کیوا. در این سلاید برای ما شما مختصر چی را تشریح شده؟ رینال بلد فلو یا وین سیستم کدنی که از یک طرف خون میایه و دیگه طرف خون خارج میشه. در سلاید بعدی برای ما دیده میشه که انترلیوبولار آرتری هستن، باز افرین آرتریولس، گلومرولس از افرین آرتریولس، کلکتینگ دکت و پریتیبولار کپیلری، لوپ آف هنلی، ویزارکتا، اکوریت وین، چیزا برای ما و شما در وینس و آرتریل سیستمی تشریح شدن. تا اینجا ای رینال بلد فلو بود. حالی میم اوتو رگولیشن. اوتو رگولیشن چی هستن؟ Auto regulation is the intrinsic ability of the organ to regulate its own blood supply. Auto regulation او را میگه که یک ارگان به این توانی داشته باشه که بلد سپلایش خودشان کنترل کنه یا رگولیت کنه. اوتو رگولیشن در بعض ارگان های وایتال یا ضروری یا ارگان هایی که بسیار در وجود انسان مهم باشه در او می باشه، مثلا در برین، در هارت و در کدنی. سی ارگان که هستن اوی هم اوتو رگولیشن داره که برین است، هارت است و کدنی است. و ای بسیار highly significant and more efficient in kidney هستن و زیاد که هستن، زیادشان در کدنی هستن که بسیار کدنی یک ارگان هستن که زیاد اوتو رگولیشن خود به خود دارن. دیگرشان که برین هستن و هارت هستن و هم اوتو رگولیشن بلد دارن. در سلاید بعدی renal autoregulation میخوایم. renal autoregulation is important to maintain the glomerular filtration rate. یک اصطلاح به نام GFR که مختصر یا چیزی که به نام glomerular filtration rate یا GFR هستن که در کنترل رینال بلد می باشه. blood flow to the kidney remain normal even when the main arterial blood pressure که هستن very wide between 60 and 180. اگر رینال بلد پرشر، رینال کدام فشار خون رینال یا گرده که هستن از 60 تا 80 هم باشه، گرده به این توانایی داشته باشه که کنترل کنه. یعنی اگر بلند باشه یا کم باشه، رینال آرتری یا رینال آتوریگولیشن به این توانایی داشته باشه که را کنترل کنه که به نام جی اف آر یاد میشه که رینال گلومولار فیلتریشن هستن و دو مکانیزم می باشه، یکی به نام مایجینیک ریسپانس هستن و یکی به نام توبولو گلومولار فیدبک هستن. این دو مکانیزم در آتوریگولیشن بسیار حصه کلان دارن که این دو مکانیزم در این انوالو هستن. حالا اردویشون یکی کمی میخوانیم. مایجینیک ریسپانس که هستن وقتی که بلد فلو تو در کدنی چی شوه اینکریز شوه، زیاد میشه، این چی میشه؟ این میرگ ها یا بلد ویزل که هستن استرچ میشه. استرچ به این معنی که الاستیسیتی داره و این در کجا میباشه؟ در افرین آرتریول. مایجینیک ریسپانس چی معنی داره؟ وقتی که بلد سپلای یا رینال بلد فلو تو در کدنی چی شوه، زیاد شوه، اینکریز شوه،
بلد ویزل یا افرین آرتریول که هستن استرچ میشه. این استرچبیلیتی به این معنی هستن که اگر زیاد هم میشه رینال بلد فلو کنترل میشه. stretching of the blood wall vessel wall increase the blood flow of calcium in ion into the from extracellular fluid into the cell wall. استرچبیلیتی یا الاستیسیتی خاصیتش که هستن این چی سبب این میشه که کلسیم از اکسترا سلولار فلوید به سیل زیاد شوه. به این معنی است وقتی که این زیاد شد چی میشه؟ رگها کلان میشه، استرچ میشه و رینال بلد فریشر کم میشه. وقتی که مثلا که یک رگ خرد باشه بلد فریشر دو زیاد می باشه، که کلان شوه بلد فریشر دو کم میشه. این خاصیت به نام مایجینیک ریسپانس یاد میشه. The influx of calcium will lead to the contraction of the smooth muscle in afferent arteriole which causes constriction of the arteriole. به این معنی است که چی میشه؟ کلسیم آیون که در سیل داخل شدن چی میشه؟ کنسترکت میشه، خرد میشه و استرچبیلیتیش چی میشه؟ کم میشه. So the blood flow is decreased. blood flow را چی میکنه؟ پس decrease میکنه. یعنی وقتی که blood flow به increase شوه رگها به این استرچبیلیتی یا الاستیسیتی خاصیت داره در افرید آرتریول و این سبب چی میشه که کلسیم آیونه باز اکسترا سلولار فود به سیل داخل شوه، از سیل باز چی کنه؟ کانترکت شوه و سبب کانترکشن آف د سموث مسل که هستن افرین آرتریول چی میکنه؟ کانسترکت میکنه. وقتی که کانسترکت شوه پس چی میشه؟ بلد فلو را دیکریز میکنه یا به نام مایجینیک ریسپانس یاد میشه. حالا می این سر مکانیزم دومش که به نام توبولو گلومولار فیدبک بود. فیدبک ما و شما میگین فیدبک چی رو میگین؟ یک آدم کارش هم یک کار میکنه باز ما او را ریسپانس فیدبک میکنیم که کارش خوبی بود یا بدی بود. این را فیدبک میگم. یک به نام میکولا دینسا play an important role in the tubular feedback. یک میکولا دینسا که هستن که در رینال بلد فلو بسیار یک اوتوریگولیشنی د اوتوریگولیشنی بلد فلو رینال بسیار یک عملی خوبی دارن. میکولا دینسا which control the renal blood flow and J for glomerular filtration rate و renal blood flow را کنترل میکنه. ایره به نام میکولا دینسا یک سیلز یا حجراتی هستن که در گلومولار فیلتریشن و بلد فلوی رینال در اوتوریگولیشنش بسیار یک وظیفه کلانی دارن. این دو مکانیزم بودن که رینال بلد فلو اوتوریگولیشن میکنه، یکی به نام مایجینیک ریسپانس بودن و یکی گلومولار فیدبک بودن. در سلاید بعدی حالی میگیم گلومولار فیلتریشن. گلومولار فیلتریشن چی هستن؟ Introduction یا معرفیش این هستن که glomerular filtration is the process by which the blood filter through passing through the glomerular capillaries by filtration membrane. وقتی که بلد به گلومولار کپیلریز برسه اونجا فیلتریشن صورت بگیره یا تصفیه صورت بگیره، او را میگه گلومولار فیلتریشن. یعنی خون به گلومولار کپیلریز رسید، در اونجا فیلتر شروع شد. فیلتر از چی میشه؟ از فیلتر ممبران. اینجا یک ممبران است به نام فیلتر ممبران، از او فیلتر میشه یا تصفیه میشه، این میگه گلومولار فیلتریشن. اینجا که تصفیه میشه، از تصفیه شدن می خون یورین یا ادرار جور میشه. ادرار در کجا شروع میشه؟ جور شدن ادرار در گلومولار کپیلریز جایی که خون فیلتر میشه و پروسس فیلتر در اینجا شروع میشه. دیگه پروسس یورین فورمیشن هم در اینجا شروع میشه که در ایره به نام فیلتریشن یا گلومولار فیلتریشن یاد میشه. در فیلتریشن ممبران که هستن، فیلتریشن ممبران چی رو میگه؟ جالی را یا پرده را از او که فیلتر میشه، خونه که فیلتر میکنه از او جالی، او چند لیر داره؟ 3 لیر داره یا 3 جدار دارن. یکی به نام گلومولار کپیلری ممبران یاد میشه، یکیش به نام بیس ممبرینشن و دیگهشن با ویسرال لیر آف د بومنز کپسول هستن. این 3 لیر از فیلتریشن ممبرین هستن که هر یکشون یک کمی ما میخوانیم. اول از گلومولار کپیلری ممبران میگیم. گلومولار کپیلری ممبران که هستن این سینگل لیر جدار هستن که از او جدار از اندوتیلیل سیل جور شده و با بیسمنت ممبرین اتچ هستن یا وصل هستن. یعنی گلومولار کپیلری ممبرین که هستن از سینگل لیر یا از جدار یک جدار جور شدن، مو جدار که جور شدن و یک جدار از اندوتیلیل سیل جور شده و با بیسمنت ممبرین اتچ هستن. د کپیلر ممبرین که هستن سوراخ‌های وجود دارن که به نام
فینستری و فیلتریشن پورز یاد میشه. این سوراخ ها دیامترش یا قطرشان از 0.1 نانو میتر هستند، نانو گامیتر هستند. یعنی دمی کپیلری ممبرین که هستن بسیار زیاد یا چند دانه پورس یا چی رو سوراخ ها می باشه. او سوراخ ها رو چی میگه؟ فینستری و فیلتریشن پورس میگه. و یه اثر از 0.1 نانو چی میتر دیامتر یا قطرشان می باشه. این بود glomerular capillaries membrane. حالا میایم سر بسمل ممبرین. بسمل ممبرین of the glomerular capillaries که هستن ویسرال لیر هستن. ویسرال لیر به این معنی که با ارگان یا با عضو و اتچ هستن. این بومنز کپسول فیوز together. یعنی چی معنی؟ بومنز کپسول همراه بسمل ممبرین یک جای شده و این یک ویسرال لیر جور کرده. ویسرال لیر چرا میگه که یک عضو یا قلب باشه یا گرده باشه از او یک لیر یا جدار دور خورده باشه او را میگه ویسرال لیر. یعنی جداری که از بومن کپسول دور خورده همراه بسمل ممبرین این را به نام چی میشه؟ ویسرال لیر. The basement membrane separate the endothelial of the glomerular capillary and epithelium of the visceral layer of the Bowman capsule. امی basement membrane که هستن از endothelial cell جدا میکنه چرا؟ glomerular capillary و epithelial of the visceral layer. basement membrane بین چی صورت دارن؟ the endothelial cell و visceral layer of the epithelial. یک لیر است به نام visceral layer و یکی هستن به نام endothelial cell of the capillary glomerular capillary. بین glomerular capillary و epithelium of the visceral layer که هستن چی هستن؟ basement membrane هستن که هم در بین بومنز کپسول وجود دارن. حالا من سر سلاید بعدی که دیگه برای ما شما چی تصریح میشه دیگر لیر بومنز کپسول که ویسرال لیر آف د بومنز کپسول بودن. یعنی ویسرال لیر که بومن کپسول پوشیده. This layer is formed by the single layer of the flattened epithelial cell resting on the basement membrane. ویسرال لیر که هستن با یک اپیتیلیل خاص جور شده که فلات اپیتیلیل هستن و در basement membrane چی می باشه؟ دو رستینگ یا دو می باشه. The basement membrane attach هستن یا وصل هستن. Each cell is connected with the basement membrane by the cytoplasmic extension called pedicles or feet. امی هر visceral layer که هستن of the basement membrane با یک cytoplasmic extension وصل هستن که با نام پیدیکل و فید یاد میشه. یعنی با واسطه پیدیکلز و فید همراه basement membrane امی visceral layer attach هستن. Epithelial cell with pedicle are called podocyte. امی epithelial cell pedicle که هستن به نام podocyte یاد میشه. یعنی epithelial که دا چی هستن دا pedicle هستن او را به نام podocyte یاد میشه. pedicle که هستن و یک کلیفلیفت سپیس جور میکنن در بین pedicle و small کلیفلیفت که هستن یک سپیس هستن. The cleft space is called the slide pore or filtration slit. یعنی بین پیدیکل و کلیفلیفت سوراخ‌های وجود دارن که را فیلتریشن سلیت میگه که از او فیلتریشن صورت میگیره و از امو سوراخ‌هایی که به نام در بین فیلتریشن سلیت و کلیفت لایک سپیس هستن در بین او که کدام سوراخ‌ها وجود دارن از اون سوراخ‌ها واس فیلتریشن های صورت میگیرن. حالا میایم سر سلاید بعدی که دو برای ما و شما process of the glomerular filtration امی فیلتریشن خون چی رقم صورت میگیره. وقتی که بلد با glomerular capillaries برسه the plasma is filtered into the Bowman capsule. امی پلازما که هستن خون ما و شما در هیماتولوژی گفتیم که خون از پلازما و سیل جور شده. سیلش فیلتر نمیشه اما پلازماش فیلتر میشه. امی پلازما که با گلومولار فیلتریشن یا گلومولار کپیلریز برسه از اون سپور که بین کلیفلیت و بومنز کپسول بودن از اون فیلتر شروع میشه. All the substances of the plasma are filtered except the plasma protein.
کل چیزا که در پلازمای خون هستن فیلتر میشه به غیر از پلازما پروتین. چرا پلازما پروتین نمیشه؟ به خاطر که از او مولکولر ویت یا وزن مولکولریشان زیاد هستن، از این خاطر پلازما پروتین از این فیلتر نمیشه. The filter fluid is called glomerular filtrate. امو موادی که از این فیلتر میشه، امو مواد به نام glomerular filtrate یاد میشه. حالا میم سر اسلاید بعدی که الترا فیلتریشن. الترا میگه اضافه، فیلتریشن یک اضافه فیلتریشن یا تصفیه شدن اضافه. Glomerular filtration is called ultrafiltration. می glomerular filtration که اصلا که در glomerular filtration مشهور میگه ultrafiltration، یعنی ultrafiltration اضافه، که چیزی که اضافه هستن، چیزی که اضافه هستن در خون، چیزی که ضرورت نیستن از او فیلتر مشهور میگه ultrafiltration. ایره چرا میگم؟ even the minute particular filter، بسیار چیزای خرد خرد که باشه ایو هم فیلتر میشه. but the plasma protein are not filtered due to their large molecular size. بیشتر که گفتیم که همه چیزا فیلتر میشه به غیر از اینکه پلازما پروتین. چرا او فیلتر نمیشه؟ به خاطر که مولکولر ویت یا سایشان کلان هستند. The protein molecule are larger than the slight spore present in the epithelial of the capillary. اما هایی که در اندوتیل آف د کپیلری وجود دارن، یعنی در کپیلری اندوتیل کدام ها وجود دارن، امی پلازما پروتین چی هستن؟ از او کلان هستن. ها خرد هستن، پلازما پروتین کلان هستن، از او خاطر از اونجا فیلتر نمیشن. The glomerular filtrate contain all the substance present split plus. اما چیزایی که از این فیلتر شدن که ما و شما به نام گلومولار فیلتریت یاد کنیم، یعنی چیزایی که مفلوید یا مایع که از گلومولار کپیلریز فیلتر شد یا تصفیه شد که به نام گلومولار فیلتریت یاد میشد. کلی چیزا داره به خیر از این چیز چیز پلازما پروتین دیده و پلازما پروتین نمی باشه دیگه، همه چیز دمو فلوید یا مایع می باشه. حالا میم سر سلاید بعدی که با متد چی رقم گلومولار فیلتریشن میشه، چی کدام متد می باشه. این متد صرف اینجا از این خاطر ذکر کردیم که این متد کول اول ورکی شده سر حیوانات اجرا شده بودن، باز پسان این مطالعات سر انسان اجرا شدن. یعنی اوی experimental animal by microscopic technique، یک مایکرو پنچر بودن، به او تکنیک با سر حیوانات اجرا شدن، باز پسان این مطالعات سر انسان اجرا شده بود. اول می تکنیک یا تکنیکی که گلومولار فیلتریشن چی رقم میگه یا فیلتر چی دارن، چی فیلتر میشه چی نمیشه، اول سر حیوانات اجرا شده بودن. گلومولار فیلتریشن ریت که به نام GFR یاد میشه، گلومولار فیلتریشن ریت، each monometer is defined as the total quantity of filter found in the all nephron of both kidney in the given unit of the time. مثلا ما و شما میگیم که گرده یا کدنی ما و شما در یک دقیقه چقدر خون فیلتر یا تصفیه میکنه؟ 125 میل بر یک دقیقه و یا 180 لیتر بر یک روز خون در یک گرده انسان فیلتر میشه که میگه گلومولار فیلتریشن ریت، یعنی اندازه گیری گلومولار فیلتریشن که در گلومرولای در یک دقیقه چقدر فیلتریشن میشه و در یک روز در یک دقیقه 125 میل فیلتر میشه و در یک روز که به 180 لیتر بر دی هستن. این را میگه گلومولار فیلتریشن ریت. این را در یاد ما و شما باید باشه که نارمال جی فور که یک انسان عادی کاهل در یک دقیقه 125 میل دارن، یک گرده نارمال، و در یک روز 180 لیتر گلومولار فیلتریشن یا فیلتریشن که در گرده صورت میگیره، این اندازهشون هست. حالی میریم سر سلاید بعدی که در بوم فیلتریشن فراکشن. فیلتریشن چی رو میگه؟ کسر الکسر یا تقسیم شدن. Filtration fraction چی مانا؟ Filtration fraction is the fraction in a portion of the renal plasma which become filter. امو چیزی که فیلتر میشه، امو فرکشنی که در رینال پلازما فیلتر میشه رو به نام filtration fraction یاد میشه. چی مانا؟ It is the ratio between renal plasma flow and glomerular filtration rate. تقسیمی که مثلا ما میگیم که چی قدر خون رفته، چی قدر فیلتر شده، چی قدر پس از گرده خارج شده.
ریشیو یا متناسبی که بین رفتن یا گلومولار بلد فلو هستن، رینال بلد فلو و فیلتریشن وجود دارن. چقدر بلد رفته به گرده، چقدر خون رفته و چقدر فیلتر شده، بین که کدام متناسب یا نسبت زوره چیز هستن، این رو میگه فیلتریشن فرکشن. یعنی چقدر رفته، چند فیصد فیلتر شده، چند فیصد پس خارج شده، این رو میگه فیلتریشن فرکشن. امو فیژنها pressure determine the filtration. کدام چیزا سببی میشه که فیلتریشن یا تصفیه رو برای ما و شما خوب و بدتر میکنه. کدام فشارها هستن که خوب شدن یا بد شدن فیلتر میشه، یا برای ما و شما فیلتر رو دیترماین میکنه. این قدر به این اندازه این فشارها باشه، فیلتر ما و شما یا جی اف آر ما، گلومولار فیلتریشن ریت ما خوب هستن. در این فشارها یکی گلومولار کپیلری پریشر شامل هستند، یکی کولوید آزماتیک پریشر در گلومای، هایدروستاتیک پریشر در بومن کپسول. کولوید آزماتیک پریشر که هستن از می مولکولی پلازما، کدام مولکول که هست پروتین که هست از که به وجود می او فشار میگه کولوید آزماتیک پریشر. هایدروستاتیک پریشر از مایعاتی که در پلازما هستن از که به وجود میان. و گلومولار کپیلری پریشر فشار خون که در گلومولار کپیلری هستن. این سی فشارهای سببی میشه که اضافه شدن امی فشارها فیلتریشن ریت یا جی فار خوب میشه و کم شدن امی چی میشه؟ کم میشه. امی سی فشارها هستن که برای ما اندازه گیری یا ماین یا اندازه میکنن چیره؟ جی فار. نیکست سلاید. حال فاکتورها، امو فاکتورها یا فاکتورهای را میگیم که می جی فار رو به ما و شما تعیین میکنن. کدام چیزا هستن که همراهشان جی اف را خوب میشه، یعنی افکت یا تاثیر میکنه سر جی اف. یکی هستن برنامه رینال بلد فلو، tubular glomerular feedback, glomerular capillary pressure, glucose osmotic pressure, hydrostatic pressure in Bowman capsule, constriction of the afferent arteriole, constriction of the efferent arteriole, systemic arterial pressure. Next slide. And sympathetic stimulation, surface area of the capillary membrane, permeability of the capillary membrane, construction of the glomerular mesangial cell, hormonal and other factors. این 13 دانه فاکتورها هستند که برای ما و شما تاثیرات شب میبینیم در چی؟ در جی اف آر. اگه این چیزا باشه جی اف آر خوب هستن، اگه این چیزا نباشه جی اف آر یا گلومولار فیلتریشن ریت خوب نیستن. این چیزایی هستن یا فاکتورهایی هستن که افکتشان یا تاثیرشان در جی اف آر می باشه. یعنی اگه این چیزا خوب باشه جی اف آر یا گلومولار فیلتریشن خوب هستن، اگر این کم باشه یا مشکل دی باشه دی فاکتورها جی اف آر چی هستن؟ کم هستن. کی چیزا بودن که رینال بلاد فلو بودن، مایجینیک ریسپانس و توبولار فیدبک مکانیزم بودن، سرفیس ایریا هستن، پرمیبیلیتی هستن. این چیزا هایدروستاتیک پریشر، کولوید ازماتیک پریشر، کانسترکشن، این چیزا کلش هم در جی اف آر رول دارن. اگر بازم کدام مشکل باشه در لیکچر، در کدام نقطه، در کدام جایی نفهمیده بشین، من در خدمت هستم.